بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و علی آل محمد كما صليت على ابراهیم و علی آل ابراهیم انك حمید مجید و بارک علی محمد و علی آل محمد كما بارکت علی ابراهیم و علی آل ابراهیم انك حمید مجید. عرض دنیایی از ادب و احترام به همراه سلام خدمت همه شما خوبان و سروران و عزیزان. امیدوارم که هر کجا که هستید هر لحظه زندگی شما زیباتر و بهتر و صمیمیتر و گرمتر از لحظات گذشته آن سپری بشه در سایه الطاف الله ذوالجلال و الاکرام. الله را بی نهایت سپاس از اینکه یک بار دیگر این فرصت نصیب راه بنده و همکاران ما در شبکه جانب صالح قرار گرفت تا در سفره دلی دیگر میهمان و میزبان شما خوبان و عزیزان باشیم. در این برنامه به همراه جناب دکتر نور محمد عمرای عزیز که همچین ژست خاصی گرفتن و ژستشون هم همچنان نگه داشتن، نمیدونم چه حکایتی است. من از طرف خودم و بنمایندگی شما عزیزان عرض سلام دارم و ادب و احترام خدمت جناب دکتر و خوش آمد میگم حضورشون. خوش آمدید جناب دکتر. خیلی خیلی ممنون. بنده هم عرض ادب و سلام دارم، هم خدمت شما و هم خدمت تک تک شما بینندگان عزیز، و از اینکه باز لطف کردید و ما رو بر سفره دلتون جا دادید کمال سپاس و تشکر رو دارم. ژست من واسه این بود که خیلی خوشحال بودم که باز هم که حکایت عشق است و محبت و اینا، استاد سلیمانی عزیز تشریف آوردند و با اون لبخند زیباشون و ما رو هم با خودشون کشان آوردند تا در خدمت شما باشیم. در خدمت شما هستیم جناب استاد سلیمانی عزیز با موضوعتون. خدمت از ماست جناب دکتر. عزیزانی که همراه ما بودن در برنامه‌های گذشته سفره دل حتما به خاطر دارند که ما در برنامه گذشته صحبت از محبت داشتیم و صحبت از صمیمیت و عشق و دنیای از عاطفه و احساس در زندگی زناشویی که این عشق زیبا و محبت گرم و صمیمی رو چگونه میتونیم به وجود بیاریم و چگونه این عشق رو جاودانه بکنیم در زندگی مشترک زناشویی. و بخش اول این صحبت رو به همراه جناب دکتر در برنامه گذشته آغاز کردیم و به موارد مهمی اشاره شد و از جمله این موارد میتونیم اشاره بکنیم به اینکه ازدواج ما باید یک ازدواج ارزشی باشه و از همون آغاز بدونیم که چرا ازدواج میکنیم و چه مؤلفه هایی برای ما مهم هست و در راه دست یافتن به این ازدواج ارزشی هم باز تأکید شد که نکات مهمی رو مد نظر داشته باشیم. و در این برنامه قصد داریم به همراه شما عزیزان در موضوع تداوم این احساس و محبت و عشق بعد از ازدواج صحبت بکنیم و عنوان این برنامه رو جناب دکتر این گونه برای ما انتخاب کردن. این کاغذ من این دفعه یکی بود، کلبه‌ای پر از محبت. بله، کلبه‌ای پر از محبت عنوان برنامه امروز ما خواهد بود. از همون عنوانش هم که مشخصه، حالا احمد جان قبل از برنامه صحبت داشت با جناب دکتر کارا چرا کلبه، چرا نمیگید ویلا؟ حالا این صحبت رو ما با جناب دکتر خواهیم داشت که کلبه‌ای پر از محبت، حالا به قول احمد جان ویلایی پر از محبت، حالا ما بگیم باغ و بوستانی پر از محبت. جناب دکتر در خدمت شما هست. بسم الله و الصلاة و السلام علی رسول الله و علی آله و صحبه و من والا. نه کلبه، نه ویلا، نه باغ و چی؟ بوستان. بس چی؟ حکایت بودن هاست، نه داشتن ها. بودن ها نه داشتن ها. آقای سلیمانی من دلدرد دارم، خدا نکنه. خب و یه ماشین بسیار شیک دارم و دیدید که چه ربطی بین ماشینه هست و دلدرد من؟ خیلی دور از هم. حکایت یعنی کشتی حضرت نوح و آزادی خرمشهر. داشتنهای ما کاری برای تداوم عشق و محبت و سعادت در خانه نداره. حالا من اگر یک ویلا داشته باشم، عمر این ویلای من برای احساس خوشبختی کردن چقدره؟ چقدر؟ زیاد باشه 1 ماه، 2 ماه، 3 ماه، 1-2-3 ماهی من میتونم باش پوز بدم.
یعنی میخواد عکس بفرمایید سلفی بندازم باش. عادی میشه بعدش عادی میشه. بعدش اصلا من احساس نمی کنم که چیزی دارم به نام ویدا که قبلا نداشتم. بله. خب افرادی هستن که میلیونرن. این فرد میلیونر با اون فردی که کفاف زندگیش رو داره، نه فرد فقیر، حالا فقیر یک مشکلش خیلی عمیق هست، بله. اما یک کسی که خرج و دخلش یک زندگی بخور نمیری داره، بله. رو پای خودش میتونه وایسه، با یک کسی که میلیونر است، اینا در ساختن این عشق و محبتی که میتونن، احساس سعادتی که میتونن داشته باشن، هیچ این پولش نه بهش فایده میده و این بنده خدا کم پولیش نه بهش ضرری میرسونه. واسه چی استاد سلیمانی؟ چرا؟ حکایت در واقع حکایت این است که ما بنی آدم ماشین نیستیم. این تلفن شما خوشگلیش با چیه؟ خوشگلیش به این ظاهرشه، اما این خوشگلیش در صدا و نقل صدا نقشی نداره. نه دیگه. اون چیزی که صدا رو منتقل میکنه این گوشیش هست که این گوشیش چه نمونهش چی باشه، خوب باشه بد باشه مهمه که اصلا ما نمیبینیمش. اون داخله دیگه. داخله. و این میکروفونش خوب باشه، جنسش خوب باشه، اینا که کار میدن. اما این خوشگلیش در روند اصلی کارش هیچ نقشی نداشت. ما بنی آدم خداوند متعال ما رو آفریده برای چی؟ عبادت خودش. و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. پس آفرینش ما، ساختن ما برای رسیدن به خداوند. خداوند بی‌نهایت، الله اکبر است. ما به سوی اکبر در حال حرکت هستیم. تا در این مسیر حرکت میکنیم احساس سعادت میکنیم. من دارم میرم به یک جایی، تا وقتی که قطار به اون سو میره من احساس آرامش میکنم. هر لحظه نزدیک و نزدیکتر میشم به مقصد میرسم، میتونم برم دیدار بابام. من میخوام برم دیدن بابام. هر لحظه دارم نزدیک میشم بهش. اما اگر همین قطار بیاد به یه راه دیگه بیره، یه مسیری رو برعکس اون مسیری که من میخوام برسم به هدفم، هر لحظه من احساس دلهرگی میکنم که دارم از هدفم دور میشم. واسه همینه که خداوند متعال سعادت و خوشبختی فرد رو به هیچ چیزی از مادیات وابسته نکرده. یعنی هیچ چیزی از مادیات هر چه باشه نمیتونه باعث سعادت و خوشبختی ابدی فرد بشه. یک سعادت و لذت آنی رو میتونه به وجود بیاره، اما نمیتونه تداوم بشه بده. پس تداوم یک محبت و عشق و صمیمیت و عاطفه در محیط خانواده باشه تا یا محیط فردی چی هست؟ ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله. بله. اگر شما خدا رو دوست دارید و میخواهید به محبت خدا برسید، در این میان چه هست؟ فاتبعونی، اتباع، پیروی از من پیامبر بکنید. یعنی اگر میخوام سعادت داشته باشم، فلنحینه حیاتا طیبه داشته باشم، که ما به اون زندگی خوش و پر سعادتی بیدیم داشته باشم، راهش چیه؟ راهش رفتن به راه آهن درست، رفتن به مسیری که پیامبر برای ما مشخص کرد. یه نکته جناب دکتر اجازه بدید که صحبت ما از محبت هست در زندگی زناشویی و چطور این محبت رو میشه ایجاد کرد. الان شما دارید صحبت از اتباع میکنید و پایبندی به التزام به دین. آیا نمیشه بدون التزام به دین محبت بین زن و شوهر ایجاد بشه که شما آغاز صحبتتون رو رفتید اون طرف؟ محبت آنی چرا؟ محبت دائمی هرگز. یعنی چی؟ محبت آنی بر مبنای نیاز به وجود میاد. بله. خب یه مردیه نیاز به زن داره،
یه زنیه نیاز به شوهر داره. این نیاز اینها رو احساس میکنه که همدیگه رو دوست دارن. این دیگه بیشتر وابستگیه تا یه وابستگی. محبت. خب این وابستگی لذت آنی رو به وجود میاره. بله. این لذت آنی عمر داره، امکان نداره مثلا زیاد طول بکشه، زیاد طول بکشه، یه 2 ماه 3 ماه 4 ماه بس، چون اصل اون نیاز و وابستگی اشباع میشه. بعد از اون میبینید که طرف میاد شکایت داره که شوهرم وقتی از سفر میاد اینقدر منو دوست داره، اما 2 روز بعد دیگه شروع میکنه به تبدیل میشن به کیسه بوکس. چی شد؟ محبت کجا رفت؟ اون یه نیازی داشت. خب یه آدم گرسنه است، یه چیزی پیدا کرد، دهنش آب افتاد، خب سیر که شد، همون غذایی که لذت بخش بود، همون غذایی براش به اصطلاح خسته کننده است، خوشش نمیاد. خب اینه که اگر ما میخوایم که دوام محبت داشته باشه، اصلا انسان فطرتاً با محبت، فطرت و محبت با هم گره خوردن. بچه که به دنیا میاد، خود بچه دوست داشتنیه، همه دوستش دارن، اطرافیان. هیچ کاری نکرده که باعث دوست داشتن باشه، چون که فطرتاً این بچه باید دوست داشته بشه. بعد همین بچه وابستگی داره به مادرش رو دوست داره. بعد پدرش رو میشناسه، پدرش رو دوست داره. خواهر برادران هم دیگر رو دوست دارن. رشد میکنه، رشد کرد، عقل میاد. عقل که اومد اینجا باید درک کنه که یک آفریننده‌ای داره، خدایی داره. به میزان وابستگیش به خداش احساس آرامش میکنه، به اندازه دوری از خدا و تعالیم پیامبرش احساس بیگانگی میکنه. این آرامش چقدر تاثیرگذار هست در موضوع بحث محبت و ایجاد محبت نسبت به یکدیگر؟ انسانی که با خداش محبت داشت، حکایت شد یحبونهم یحبهم و یحبونه، بله، دوستشون داره و اونا دوستش دارن. چه اتفاقی میفته؟ انسانی که خودش رو پیش خدا عزیز کرد، خدا اون رو دوست گرفت، تمام خلایق به خدمت اون میفتن. ان الذين امنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. یعنی خداوند متعال برای اونا یه محبتی رو در دلها میگذاره. اصلا در حدیث قدسی هست، در حدیث صحیح که امام مسلم روایت کرده که کسی رو که خداوند دوستش میگیره، جبریل رو صدا میزنه که ای جبریل من فلانی رو دوست دارم، دوستش داشته باش. ببین خداوند متعال جبریل رو صدا میزنه، این فرد و اسمشو میگه، آقای جبریل یا جبریل، من آقای فضل الحق سلیمانی رو دوستش دارم، دوستش داشته باش. دستوره، امر. فوراً جبریل اونو دوست میگیره. جبریل صدا میزنه در بین جهانیان، در بین فرشتگان، آهای فرشتگان، خداوند آقای فضل الحق سلیمانی رو دوست داره، دوستش داشته باشین به اسمش. اونا دوستش خواهند داشت. بعد از اون فرشته از آسمون صدا میزنه بین خلایق که خداوند و آقای فضل الحق سلیمانی رو دوست داره، دوستش داشته باشین. فیوضع له القبول. اینه که همه در مقابل اون احساس آرامش میکنند، خوششون میاد ازش. همه خلایق، زوجین جزی از این خلایقن. حالا اگر این همسر رو خداوند دوست داره، این زنه رو خداوند دوستش داره، خود به خود شوهر در مقابل این خواه ناخواه جزی از این خلایق هست، دلش نرم میشه. ببین خداوند متعال برای سخر لهم ما فی السماوات والارض، سخر لكم ما فی السماوات والارض، خداوند متعال برای ما آنچه در آسمان ها و زمین هست مسخر کرده. بله. یعنی چی؟ خورشید امروز به شما نور داد، هر روز این کارو میکنه. گرمی داد، ویتامین دی داد، در مقابلش چقدر از شما گرفت؟ هیچ. زمین گذاشت که روش را بری، آروم بری، تند بری، هر چه در مقابلش از شما حق و زحمه گرفت؟ مالیات نمیدیم بهش. این اکسیژن هوا و همه اون چی که در زمین و آسمان هست خداوند با این
قدرت هایی که اینا دارن، خلق لكم ما في الارض جميعا. اینا رو مسخرش کرد برای خدمت من و شما. بله. اگر من و شما فرد رابطمون با خدامون درست باشه، خداوند شوهر رو مسخر میکنه که برای توی زن یه شوهر خوب باشه، هرچه انسان بدی باشه. آیا امکان داره من نوعی همسر، چه مرد چه زن، رابطه‌ام برای تو خوب باشه، بنده خوبی براش باشم، با تقوا رعایت بکنم حتی امکان تقوا رو و پرهیزکاری رو، اما هنوز هم همسر من در برابر من اخلاق و رفتارش عوض نشده و عوض نشه و اون انسان قبلی باشه؟ من خودم عوض کردم، یک انسان جدید شدم، اما اون عوض نشه. امکان نداره مگر اینی که من برداشتم نادرست باشه. من فکر کنم که عبادتم برای خدا من عوض شدم. چی شده عوض شدی؟ نماز قبلا نمیخونم، الان زیاد میخونم، روزه زیاد میگیرم، حج سال یه بار میرم، نمیدونم کارهای زکات هر روزش خیرات میدم. این یک قسمت از ماجراست. اما تو یه معاهده ای داشتی، یک برگه رو امضا کردی. اون برگه عهدنامه با خدا چی شد؟ کدوم برگه؟ اون برگه ای که توش گفتی که من این مرد رو خوشبخت خواهم کرد. اون برگه ای و اون امضایی که بر مبنای اون امضا این مرد شد شوهرتون. بله. برگه امضاش چی بود؟ امضاش این بود که بار الها اگر من رو حلال این مرد کنی و این مرد رو حلال من این مرد رو خوشبخت خواهم کرد. آیا در این زمینه درست داری پیش میری؟ نیاز به بررسی دارم. اگر این رو درست پیش رفتی، اون طرف هر چه باشه عوض میشه. قلبها بین اصبعین من اصابع الرحمن. قلبها در اختیار الله تعالی است. ان الله يحول بين المرء وقلبه و یحولها کیف ما یشاء. بله. این قلبها رو خداوند چطور بخواد؟ خالق قلب اصلا عوضش میکنه. اگر من پیش خدا اینقدر عزیز باشم که وقتی میگم یا الله حرفم رد نشه، اون وقت قلب شما هر سنگ هم باشه عوض میشه. نشد شوهریه، به هر حال اونم اختیارش دست خودشه، نمیخواد آدم بشه، فرعون هست. نشد من خوشبختم، احساس سعادت میکنم. احساس سعادت میکنم. چرا؟ چون که قطار من به طرف هدف داره پیش میره، من روز به روز نزدیکتر میشم. چطور میشه احساس سعادت کرد وقتی که همسر من هر روز اخلاقش بده، رفتارش بده، بد دهنه، دست به زن داره و بیادبی میکنه، بی احترامی میکنه، به کل فک و فامیل من فحش میده و من پایبندم هستم، التزام هم دارم؟ چطور این احساس سعادت رو میشه تجربه کرد در همچین فضایی؟ این زنی که در این فضا هست، این شوهره بدجنس‌تر از فرعون؟ نه. بد اخلاق‌تر از فرعون؟ اگر مسلمان ظالم‌تر از فرعون که نیست. اگه کافر باشه که اصلا نباید باشه زندگی رو ادامه داد. دقیقاً. اگه قرار باشه که این مرد همسر کافر باشه که اصلا جایز نیست باش ادامه زندگی. و اگه مسلمان هست اصلا مقایسه درست نیست با فرعون، چون مسلمان و کافر هرگز برابر نیستن. من کان مؤمنا کمن کان فاسقا. الان که از فرعون یه درجه کمتره، شما چرا نمیتونی شما آسیه باشید زن فرعون؟ آسیه زن فرعون بود و از بهترین مؤمنان و از سیدات اهل بهشت هست. آسیه چرا؟ چون که ما خوشبختیمون رو از همدیگه آریه نمیگیریم. خوشبختی گدایی نمیشه. آقای سلیمانی خواهشاً منو خوشبخت کن. یعنی چی گدایی نمیشه؟ یعنی نمیتونم از زنم یا از شوهرم بخوام که منو خوشبخت کنه. خب این چیزی است که ما همه تصور میکنیم دختر احساس میکنه خوشبختیش در گروه زنشه، در گروه شوهرش. خوشبختی رو من در داخل خودم میسازم، انعکاسش رو آینه میفته، خودم میبینمش. خب من که از داخلم خوشبخت باشم، شوهر رو میتونم خوشبخت کنم، شوهر خوشبخت باشه میتونه زنش رو خوشبخت کنه. طرف مقابل نخواست خوشبخت بشه، نشه. فرعون نخواست خوشبخت بشه، نشد. اما آسیه خوشبخت بود. بله. در این فضا تحمل میکرد. چرا؟ راه فرار نداشت.
همسر فرعون بود، اسیر بود. خب یک کسی دیگه هست که نه راه فرار داره. بله. خب ما راه فرار، یک قانون داریم، امساک به معروف او تسریح به احسان. یا میخوایم با هم شاد، خوشبخت، راحت، خوب زندگی کنیم، این اختیار ماست، یا نه قابل تحمل نیست، اختیار دوم داریم، تسریح به احسان، جدا میشیم به خوبی و خوشی. زندگی یه مرحله است، زندگی که کلش این نیست که ما با هم زندگی کنیم، یا کلش ازدواج نیست. بعضی وقتی که ما مفهوم بسیار بزرگ زندگی رو میایم تنگش میکنیم، خب زندگی خیلی تلخ و شور میشه. بله. اون آقا پسری یا دختر خانومی که فکر میکنه زندگی یعنی ازدواج، خب تون به این ازدواج نرسیده چقدر اذیت میشه و زجر میکشه. درست. خب ازدواج کرد، بعد فکر میکنه که زندگی یعنی فرزند دیر اومد یا نیومد، ببین چقدر اذیت میشه. بله. فرزند اومد، زندگی یعنی مال و ثروت داشتن، زندگی یعنی بچه ها بزرگ شدن و ازدواج کردن. زندگی اگر اومد خودش رو محاصره کرد تو اون جای تنگ، احساس تنگی میکنه دیگه. اما اگر زندگی رو به این مفهوم بزرگش ببینه که من اومدم برای رسیدن به رضایت الله و ازدواج یک امتحانه، یک مسیری هست، تو این مسیر میرم، ممکنه موفق بشم، ممکنه نشم، موفق شدم راه حلش مسیر رو باید اینطوری برم، موفق نشدم راه حل این درمانش هست، یه درمان دیگه، یه راه حل دیگه، یک مسیر دیگه رو انتخاب کنم. زیاد اینو بزرگش نکنم، از کاهی کوهی نسازم، اون وقت موفق میشم. و خودم هم بدونم که چطور فن و فوت این محبت ساختن. این محبت ببینید اینقدر چیز خوبی هست. ببین آقای سلیمانی، بیشترین انسانی که دوستش داری کیه؟ از بین انسان ها مادر. یکم مکس کردید. نه بین انسان ها گفتم شاید بیشترین. خب بعد از مادر. خب اولش که الله تعالی است، بیشترین ذات از انسان. چون انسان ها گفتید، خب طبیعتا مادر. بعد از اون دیگه منو به جنگ نندازید بین همسرم و بین خواهر برادرم. عمرو بن العاص اومد پیش پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم، گفتن که یا رسول الله کی رو از همه بیشتر دوست داری؟ عمرو بن العاص چرا اصلا این سوال کرد؟ فکر می‌کرد خودش چقدر عزیزه پیش رسول الله. عمرو بن العاص اصلا 3 ماه بود مسلمان شده بود. بله. اما این محبت و رابطه‌ای که پیامبر از پیامبر میدید، فکر میکرد که دیگه من از دماغ فیل افتادم، وقتی اومدم مسلمان شدم اینقدر عزیز شدم پیش پیامبر. این شیوه برخورد رسول الله صلی الله علیه وسلم یعنی اینی که از همه منو بیشتر دوست داره. خب اومد همچین فردی میاد پیش شما و میگه که منو کی رو از همه بیشتر دوست داری؟ خب اینجا ببینید نه پیامبر منمن کرد، نه فکر کرد، فوراً گفت عایشه رو. بله. همسرمون. یعنی این چیزی بود که اصلا نه نیاز به فکر کردن داشت. البته اینجا رسول الله مادرشون در قید حیات نیست که طبیعتا مادرشون نبود، الان از مادرشون نیست و بیش از چند همسر دارن. بله. پس یه مسئله هست که رفتار و سلوک ماست، یه مسئله هست که همون رفتار و سلوک برگرفته از دل. نه خب حالا چی میخوایم برسیم از این حکایت؟ از این حکایت ببینیم ما در پیامبر با عمرو بن العاص چطور برخوردی داشت؟ خیلی صریح و راحت. برخوردی که عمرو بن العاص فکر میکرد که عزیزترینه پیش پیامبر. این حرکت رو، این رفتار رو پیامبر فقط با عمرو داشت؟ با همه داشت. یک رابطه ای هست که ما با همه داریم، این رابطه باید بر مبنا و تعالیم درست اخلاقی باشه. و قولوا للناس حسنا. همه مردم، للناس همه مردم، با همه مردم باید خوب سلام علیک کنیم، خوب نشست و برخاست داشته باشیم، وقتی باشون حرف میزنیم به طرفشون نگاه کنیم، نشستن بشینیم باشون حرف بزنیم، ایستادن وایسیم باشون حرف بزنیم،
رفتار اخلاق اون محترمانه باشه با همه مردم. بله. حالا این زن باشه یا غیر زن باشه، هر سن و صنف و جنسی که میخواد باشه. یه رفتار دیگه هست که برگرفته است از چی؟ از دل. این رفتار دل از کجا میاد؟ همیشه اینطوری است که یه باورهایی ما تو سرمون داریم. بله. این باورها، عقل ما بین باور و دستور فرق نمیذاره. هر چی که ما باور کردیم، هر چیزی که تو ذهنمون اومد، اون رو فکر میکنه دستوره، عملیش میکنه. دستور میاد، ما حرکتمون رو اون شکل میده. میخوام چه بگم؟ وقتی که من تصورم اینه که زن در زندگی یک کنیزه، بله. من زن میگیرم، برای چی زن گرفتی؟ لباسامونو ببین، نه لباس درست حسابی داریم، نه غذای درست حسابی داریم میخوریم. ببین زندگی که ما داریم مثل حیونا زندگی میکنیم، بذار یکم لباسمون درست خستش نمیاد، بس ساندویچ خوردیم، تخم مرغ خوردیم. الان تصور من اینه که زن ماشین لباسشوییه، زن آشپزه، زن رفتگره، جارو برقیه. خب الان با این تصور من وقتی ازدواج میکنم، این تصور منه، مخم، عقلم فکر میکنه که این واقعیت اینجور باید بشه، دستور میده، رفتار من این رو عملی میکنه. میشه سرکارگر. من میگم سرکارگر، مدیر کار. الان من که مدیر کار هستم، در عین حال یک آدم خوبی هستم، یعنی با همه رفتارم خوبه. در عین حال با زنم هم رفتارم خوبه، اما خوشبخت نیستم. چرا؟ زنم هم احساس خوشبختی نمیکنه، چون که این رابطه از دل نمیاد. این رابطه سلوکی فردی من است که با همه خوبم، سلام علیکم، علیکم السلام. با زن باید این سلام علیکم از اینجا دستورش بیام. چه فرق میکنه؟ فرق میکنه. آقای سلیمانی، من شما رو دوست دارم. خب من همون کلام شما رو میشنم دیگه. حالا چه از کجا میدونم از دل شما میاد، از دل شما میاد؟ نه. وقتی من گفتم آقا سلیمان من شما رو دوست دارم، شما که شنیدی انگار که میگی که این بنده خدا میگه آقا سلیمان تو خلی. درسته؟ من اشاره اینجا کردم. اگه اشاره باشه که باز مورد پیدا میکنم. آقای سلیمانی من شما رو دوست دارم نشد. چرا؟ چون که این محبت از اینجا بیاد. ببینید فلسفیش کردید جناب دکتر. آقای سلیمانی من شما رو دوست دارم. خب من گوشیم برمی‌دارم توی برای شما یه دونه شکلک میفرستم، زدال بخورید که این خب بس این اثر نکرد. اصلا صدا میگن فقط 7% تاثیر میذاره. جمله بندیش. یه جمله بندی دیگه داریم. خب آقای سلیمانی من شما رو دوست دارم. این تاثیر گذاشت. بیشتر تاثیر گذاشت. این میگن 38% تاثیر میذاره. داره میره بالا. سلیمانی جون قربون شما برم الهی. من شما رو واسه خدا دوست دارم. الله شما رو دوست داشته باشه. جات اینجاست. چی شد؟ تفیز که سکته میکنه میفته که. پس یه سلوکی هست، یه رفتاری هست، همش جملهش یکی بود. نبره اون امواج صوتی چگونه ادای سخن یه تأثیر رو میبره بالا. یک زبانی داریم، زبان جسم، زبان جسد بشه میگن جسم. ارتباط غیر کلامی، ارتباطی که همراه با کلام هم هست. حرکت دست هست، دست دادن، بغل کشیدن، چشه، نمیدونم حرکت صورت هست، لبخند هست. به اضافه کلام اینها هم هر کدومشون این زبان جسمه. زبان جسم. این زبان جسم با زبان شیرین دهن اینا طرف رو میاد 100%. ببین صدا 7% داشت، 38% اون شیوه بیان داشت، 55% این حرکت داره. بله. که همه دیگه طرف رو اینه که در قضای رفتار داخل خانه بر بین زن و شوهر یا شما پدر و فرزند، یعنی هیچ وقت پدر نمیاد به بچه‌ش میگه این کار باید بکنی، این کارو بکنی، انگار که مدیر هست و دستور میده. همیشه میگن باید دست بچه تو بگی بعد حرف بزنی. میخوای بزنه ایرادی بگیری، حرفی رو بزنی فلان، هیچ وقت این حرف رو نمیزنه مگر اینکه تو آغوشش بگیری، تو دستت باشه.
یعنی چی؟ نمیخوای اون رو از خودت دور کنی، میخوای اون رو بسازی. بله. نمیخوای نق بزنی. هدف اصلاح هست. هدف اینه که تو مال منی، من از تو هم. مشکلی که هست، عیبی که هست، عیب تو عیب منه، عیب من عیب توه. پس ما باید این عیبو دور کنیم تو عیبی نداشته باشیم. اجازه بدید اینجا نگه داریم جناب دکتر. و مهمترین نکته‌ای که من برداشت کردم از صحبت شما تا اینه که تا وقتی که انسان از خودش آغاز نکنه و ارتباطش رو اولا با خالقش درست نکنه که تاثیرگذارش در تمام وجودش و بعد خودش نخواد صادقانه که محبت بکنه، هیچ مشکلی حل نمیشه. اجازه بدید حالا باز برای جزئیات بیشترش برگردیم بعد از میان برنامه. برنامه شما بینندگان عزیز برمیگردیم در خدمت جناب دکتر خواهیم بود. با ادامه موضوع همراه ما باشید. جزاکم الله خیر. هي زوجتي عنوانها عنواني وحبيبتي بستانها بستاني ورفيقة العمر الذي أيامه في بيتها أزكى من الريحان هي زوجتي عنوانها عنواني وحبيبتي بستانها بستاني ورفيقة العمر الذي أيامه في بيتها أزكى من الريحان هي أم أبنائي وروضة مهجتي وشريكتي في الفرح والأحزان هي من إذا مل الفؤاد رأيتها زهرا جديدا يانع الألوان وإذا اشتكيت من الصعاب وجدتها سهلا مريحا لين الأركان وإذا أتيت من الظهيرة متعبا كانت كأنفاس النسيم الحاني في وجهها أمل وملء عيونها هي نعمة الرحمن يا إخواني نمشي على درب السلام وفي يدي يدها فتشعرني بكل أماني في وجهها أمل وملء عيونها هي نعمة الرحمن يا إخواني نمشي على درب السلام وفي يدي يدها فتشعرني بكل أماني هي أم أبنائي وروضة مهجتي وشريكتي في الفرح والأحزان هي من إذا مل الفؤاد رأيتها زهرا جديدا يانع الألوان وإذا اشتكيت من الصعاب وجدتها سهلا مريحا لين الأركان وإذا أتيت من الظهيرة متعبا كانت كأنفاس النسيم الحاني يا رب فاملأ بالمحبة
المحبة بيتنا والود والإخلاص والإيمان. با سلام مجدد خدمت همه شما خوبان و سروران، همچنان با شما هستیم با موضوعی که جناب دکتر برای ما و شما در این برنامه انتخاب کردن، کلبه‌ای پر از محبت. و محور صحبت ما تداوم محبت و عشق و صمیمیت در زندگی زناشویی بعد از ازدواج است. جناب دکتر در قبل از میان برنامه صحبت‌هایی رو مطرح فرمودن، آخرش مقداری ثقیل شد و خود این کلمه هم ثقیل بود و سنگین شد و اجازه بدید که حالا با همراه شما بینندگان عزیز خدمت جناب دکتر باشیم. جناب دکتر اگر این مقداری ساده‌تر برای ما بینندگان عزیز حالا بریم سراغ اصل موضوع، چیکار کنیم که این محبتی که هست در ابتدای زندگی و غالبا هست دیگه، محبتی نباشه، حالا موارد استثنایی به جای خود محفوظ، اما غالبا الحمدلله در شب ازدواج، اوایل زندگی، آنچه که به اسم ماه عسل معروف است، حالا برای اینکه سفری هم نباشه و جایی هم نباشه، اون ماهای اول محبت هست، صمیمیت هست. و چه کنیم که این استمرار پیدا کنه؟ چگونه، چه پیشنهادهایی میکنید برای تازه نو عروس ها بگیم، تازه ازدواج کرده ها که بتونن تداوم بدن مزد این محبت و صمیمیت رو در سالهای زندگی که انشاءالله تا آخرین لحظات حیات هم باشه و بعد از اونم که انشاءالله در بهشت برین ادامه خواهد داشت انشاءالله. ببینید دوست سلیمانی بزرگوار، ما بارها گفتیم که زن و شوهر از دو کوکب مختلفن، یکیشون از زهره خانم اومده، یکی هم از کجا؟ از آقا مریخ. بله. اینا طبایعشون با هم فرق میکنه، دو ذات مختلفن. واسه همین ما میگیم که باید ازدواج که میکنیم با چش باز ازدواج کنیم، بعدش زندگی میکنیم با چش بسته زندگی کنیم. با چش باز شروع کنیم، با چش بسته زندگی کنیم، یعنی با عقل ازدواج کنیم، با عشق زندگی کنیم. آها، قشنگ شد. ما میایم عوضش میکنیم، میایم با عشق ازدواج میکنیم، میخوایم با عقل زندگی کنیم، نمیتونیم. یعنی عاشقانه تصمیم میگیریم، نمیتونیم عاقلانه ادامه بدیم. اما اگر عاقلانه تصمیم گرفتیم، عاشقانه میشه ادامه داد. چون که بعدش میشه چشم پوشی میکنیم. نمیشه عشق و عقل رو با هم جمع کرد. باید جمع میشد، اما شیوه جمع کردنش اینجوریه، عقل بعدش عشق. نه، همون اوایل که طرف عاشق میشه نمیشه. اوایل چطور عاشق میشه؟ وقتی که نشناخته، وقتی که عقل کاراییشو از دست داده. عشق وقتی میاد باید عقل خاموش بشه. اونجاست که وقتی عشق اومد عقل کاراییشو از دست داده بود، زورش بیشتره. الان بعد از اینکه عاقلانه تصمیم گرفتیم میخوایم عاشقانه زندگی کنیم، اینجا عشق رو میسازیم. عشق که ساختیم دیگه، عقل اینجا بازم کاراییشو باید از دست بده. یعنی چی؟ یعنی اینی که خیلی باید چشم پوشی کنیم، یعنی اینی که خوشبین باشیم. این عاشق خنگی باشیم. در مسیر زندگی باید خیلی وقتا خودمون رو به خنگی بزنیم. مثلا خیلی چیزا از کوچیک بزرگ، یک اشتباهاتی که صورت میگیره باید چشم پوشی کنیم.
باید شخصیت زن رو بدونیم. وقتی که زن اومد میناله و دعوا میکنه و فلان میکنه، وقتی ما شناختیم که اصلا هدف از این همه نق زدن هدف این نیست که من شکایتی دارم باید یک دادگستری بیاد این شکایت منو حل کنه. هدف اینه که من 2 تا گوش خالی میخوام که حرفای منو بشنوه. شنیدید؟ تموم شد، حکایت من تموم شد، مشکلم برطرف شد. اینجاست که دیگه ما چیکار میکنیم؟ عقل رو باید بذاریم کنار، چون عقل میگه ها پس یه مشکلی شده اینجا، باید بیاید داوری کنیم. داوری که کردیم کار خراب میشه، دعوا میشه. خب مادر میاد از بچه‌ها شکایت میکنه، پدر هم عصبانی میشه، بچه‌ها رو میزنه، بعد مادر دعوا میکنه چرا بچه‌هامو زدی؟ بیخ پیدا میکنه جریان. بابا تو خودت اومدی گفتی بچه‌ها، گفتی یه چیزی من گفتم، حالا دیگه باید بچه‌ها رو تنبیه کنی. خب یعنی من گفتم که شما بشنوید، فقط همین. خب اینه که ما باید خوشبین باشیم به این زندگی که آقا ما یک زندگی رو شروع کردیم، واسه این زندگی باید خودمون رو بسازیم. رفتارمون الان، ما قبل از ازدواج 100% آزاد بودیم، پسر آزاد بود، دختر آزاد بود. الان دیگه اون آزادی نیست. الان یک مسائل دیگه اینجا حکم فرماست. من یک مسئولیت هایی دارم، یک حقوقی دارن. ایشون یه مسئولیت هایی دارن، یه حقوقی دارن. باید اینا رو با هم جمع کرد. الان ما یه زندگی درست کردیم، سوار یه قایق شدیم که 2 تا پارو داره. خوشبین بودن به زندگی منظورتون از خوشبین بودن به خود افراد به هم دیگه است یا به کل مسیر زندگی؟ افراد به هم دیگه خوشبین باشن و به زندگی. الان ما یه قایقی رو الان سوار شدیم، تو دریاییم الان دیگه راه پس نداریم، راه پیش نداریم، باید دیگه حرکت کرد. خب الان چطور حرکت کنیم؟ اگه من بخوام هر طوری که دلم میخواد پارو بزنم، ایشون هم هر طوری که همینجور میچرخیم، و احتمال داره که غرق هم بشیم. اما نه، الان میخوایم مسیر رو ادامه بدیم. پس با یک توازن معینی باید حرکت کنیم. جایی که نیاز هست بپیچیم باید مراعات کنیم که من چطور پارو بزنم، ایشون چطور پارو بزنن. اگر نه، خب من تنهایی بخوام این زندگی رو هر 2 تا پارو رو بزنم در میفتم. ایشون بخواد تنهایی پارو بزنه بازم مشکله. پس این یک قایقی رو باید 2 نفری پیش ببریم. برای 2 نفری پیش بردن باید امیدوار باشیم. ببینید ما وقتی که میایم در خود دینداری خودمون میگیم که آقا دین 2 تا بال داره، یه بالش محبت، یه بالش امید. محبت خدا و رسولش و امید به خدا و به بخشش خدا، به رحمت خدا، به رحمانیت خدا، به مودت خدا. خب الان بیاییم در خود زندگی وقتی نگاه میکنیم، خداوند متعال توصیف این کلبه رو چی کرد؟ و من آیاتی ان خلق لکم من انفسکم ازواجا. از آیات عظمت و بزرگی پروردگار این هست که از خود شما انسانها همسرانی به وجود آورد. لتسکنوا الیها، تا شما آرامش پیدا کنید در کنارش. تسکنوا الیها یعنی داخل خونه بشینید، یعنی یه خونه ای به شما داد. پس همین خود ازدواج خونه است، خود ازدواج سرپناه است. و بعدش چی؟ هدیه داد به شما، شما که ازدواج کردید، هدیه ازدواجتون و جعل بینکم مودتا و رحمه. خداوند متعال بین شما مودت و رحمت قرار داد. مودت همون عشق هست، عشق آفریده شد. رحمت همون چشم پوشی هست، همون اینه که ما همدیگر رو تحمل کنیم. و تحمل هیچ وقت به وجود نمیاد مگر ما به همدیگه خوشبین باشیم. خوشبین باشیم و در عین این خوشبینی، خب یکی از اسبابی که ما رو به همدیگه خوشبین میکنه، ما در کنار هم احساس سعادت میکنیم، این چی است؟ اینه که ما با هم راست و روست باشیم، رک باشیم، با هم رک باشیم، شفاف باشیم، صداقت داشته باشیم. آقای سلیمانی یه قصه واسه شما بگم. یه روزی شیطان پیر شده بود، میخواست بازنشست بشه. خب این کارو بذاره برای بچه های شیطونا، برای بسیجی ها. خب الان خیلی وسایل داره، اینا رو حراج گذاشته بود.
همشو هم واسه روشون قیمتاشون رو نوشته بود. کینه، حسد، دروغ، مکر، حیله، افراد چطور به هم دیگه دعوا بندازی، منافقت، همه اینا یه قیمتی روش گذاشته بود، یه گوشه چیده بود. خوب این ور مزایده گذاشته بود، حراجی، آتیش زدن به مالم، بیاید بگیرید و فلان. و یه طرف دیگه گذاشته بود شک، این هم قیمتش 50 میلیون دلار. اونهای دیگه هر یکی شیطونا بسیجی ها که می اومدن و شیطونای جدید جوجه شیطونا می اومدن، یکی اینو میخواست یکی اونو میخواست. یکیش خیلی زرنگ بود و فضول، اینا قیمتاشون ارزون، این چرا قیمتش گرونه و اونجا تو ویترین خاص گذاشته. اومد که بابا شیطان بزرگه، این شک رو چرا اینجا گذاشته و چرا اینقدر گرون؟ گفت آخه این شک هر جا که بود همه اونای دیگه مجانی میاد. اصل اینه وقتی که ما در یک محیط خانوادگی شفافیت نیست، صداقت و رک بودن نیست، اینجا چه به وجود میاد؟ شک که اومد کل زندگی رو به هم میریزه. الان شوهره روی زن شک داره یا زنه رو شوهر شک داره که خیانت میکنه، شک داره که به من دروغ میگه، شک داره که هر کاری که میکنه پشتش یک نیتش خدا میدونه چی هست، هدفش از این کار چیه، رو هر چیزش شک میکنه، رو اخلاقش، رو رفتارش، رو همه چیز شک داره. این زندگی چی میشه؟ طبیعتا مشکل میخوره، امکان نداره که ادامه پیدا کنه. خب این شک الان خود شک مشکل است یا شک از کجا اومد؟ شک از این اومد که این دوتا با هم رو راست نبودن، یعنی عدم صداقت طرفین سبب ایجاد شک صداقت شد. نداشتن با هم، از همدیگه پنهان میکردن، چیزی که تو دلش بود نمیتونست بگه یا نمیخواست بگه. خب یعنی یه چیزایی رو شک از وقتی میاد که شما یه چیزی رو تو دلت پنهان میکنی، میخوای نمیگی، یا دوگانگی رفتاری من احساس میکنم که یه چیزی هست پشت ماجرا. حالا این چیز خیلی چیز پوچ بیهوده ای هست. طرف میاد در رو قفل میکنه، بازش نمیکنه. چرا باز نمیکنه؟ هیچی، بچه اومده بود کثیف کرده بود اینجا، مادر نخواست که به اصطلاح شوهر بره اونجا که زمین کثیفه و چیز بسیار عادی. اما اینی که در رو قفل کرد، بازش نکرد فلان، الان شوهر چه فکر رو میکنه؟ یعنی الان رو راست بودن، فلانی حرفی زد، فوراً میره که خانم فلانی این حرف زده، این کسی چیه؟ یعنی طرف اومد یه چیزی به من رسون، طرف کی هست؟ خواهر، مادر، عزیز، فلانه. این به من نزدیکتره یا همسرم؟ همسر طبیعتا نزدیکتره. من به جای اینکه بیام این مسئله رو حلش کنم، شفافش کنم، چرا بذارم که این حرفای دیگران ذهن سازی کنه واسه من؟ یعنی شما میفرمایید که اگر من یه همسر شکی در ذهن من ایجاد شد، چون بچه زن با صداقت کامل راحت بشینه با همسرش صحبت بکنه که همچین چیزی شنیدم، دیدم، گفتن، تو ذهن من خطور کرده، حکایت چیه؟ یعنی همونجا موضوع رو خاتمه بده. اگر از اول رو راست باشم و صداقت داشته باشن که اصلا شک به وجود نمیاد. خب خیلی جاها یک سوء تفاهم پیش میاد. سوء تفاهم سوء تفاهم یعنی غالبا سوء تفاهم ناخواسته ایجاد میشه. من حرکتی میکنم که اصلا گمان نمیکنم، مثلا همسر من شاید نسبت به این برخورد من حساسیت ایجاد بشه درش، به شک گمان این شک برانگیز بشه براش. الان راه حل چی است؟ راه حل اینه که یا من دو راه دارم، یا اینه که هیچی نمیگم. خب الان چی شد؟ یه پرونده رو من گذاشتم بازه هنوز، منی که شک کردم. یه مورد دیگه میاد، یه پرونده دیگه باز میمونه. این پرونده ها بیشتر میشه، شکات وقتی میرسه که به طرف منفجر میشه. خودم انگار که به یقین میرسم دیگه، این بایگانی پر شد دیگه، منفجر میشه. راه حلش چیه این؟ راه حلش اینه که همون که این پرونده باز شد ببنددش، بیاد ببینه که خانم
اونجا یه موردی بود وقتی رفتیم خونه فلانی، شما به فلانی وقتی حرف میزد ای لبخند میزدید، هدف چی بود؟ اونجا من برداشت کردم که میخواد منو مسخره کنه، منو میخواد در جلوی خیشاش خورد کنه. شیطان اومد وسوسه کرد. خب وقتی که نشستم باش حرف زدم که میدونی قبل از این که بریم تو سالن بیاییم، خواهر قصه چی رو تعریف کرده بود و جوک مولانا نصرالدینی، هی این تو ذهنم بود و من خندم میگرفت. اون هم جلوی من نشسته بود اینجوری اشاره میکرد، من خندم میگرفت. قضیه خیلی راحت حل شد، تموم شد، پاک شد. از شوهر مسئله ای سر زد، قضیه حرفی، تلفنی، نمیدونم چیزی که باعث شد. خب در اون لحظه یا بعدش، وقتی که در یک فضای صمیمیت، و فضای صمیمیت همیشه فضایی هست بین زن و شوهر، فضای صمیمیت اون فضایی هست که در کنار همن، یعنی از نظر فیزیکی هم با هم نزدیکن، وقت استراحت بیشتر، وقت استراحتن، در کنار همن، که وقتی که این حرفو میزنه اونجا فاصله ای وجود نداره که من این حرفو میزنم که از تو فاصله بگیرم، راحت ترن با هم. خب یعنی اینی که تو از منی، من از تو. این موردی که پیش اومده نباید بذاریم که این ما دوتایی که یکی شدیم رو از هم جدا کنه. ببینید توصیف قرآنی برای زن و مرد لباس هم دیگه هن. بله. این لباس وقتی من لباسم رو چه وقت میدونم که خراب شده؟ وقتی که میپوشمش. بله. نه اینی که دور نگهش دارم از دور نگاش کنم که اندازم هست، تنگ شده امروز، آب برده نبرده، چی شده. میپوشم میبینم که به اندامم خوب شده نیست، یه جاییش خراب شد، فوراً اصلاحش کنم. بله. تا مورد حل بشه. پس قضیه اینی که ما با هم اول خوشبین باشیم از هم دیگه. نقطه دوم اینی که با هم رو راست باشیم. حالا تو این صداقت جناب دکتر، بخشید قبل از اینکه به نکته سوم برسیم، من میخوام ببینم که این دامنه صداقت تا چه حد باید باشه. فقط در مواردی که احساس میکنیم ایجاد شک میکنه بیایم با صداقت مطرح بکنیم، یا اینکه نه یه سری مواردی حتی گذشته بوده، شاید در زندگی فردی یک شخصی همسر اتفاقی افتاده یا خدای نکرده مثلا نکات منفی اخلاقی حتی بوده قبلا که خودش میدونه والله تعالی. حالا آیا این هم در این جمله صداقتی که شما صحبت میکنید ازش باید طرف بیاد صادقانه بگه خب فلانی من حالا قبل از اینکه مثلا بیام با تو ازدواج بکنم، من حالا وجدانم اجازه نمیده، ما تو میخوام خیلی با هم صادق باشیم، من میخوام که چون به هر حال همه چیز منو چون بدونی، من مثلا فلان روز تلفنی با فلانی هم صحبت کرده بودم، 2 سال پیش یه جای صحبت کرده بودم، یا فلانی منو میخواست نشد، یا حالا شاید بدتر از این خدای نکرده. آیا اینها هم در دایره این صداقت داخل هست که من به حجت این که میخوام صادق باشم با همسر خودم، پس باید همه چیز زندگی من براش واضح و آشکار باشه؟ چیزهایی رو هم ذکر بکنم که قبل از ازدواج حتی اتفاق افتاده بین من و اطرافیانم یا بین من و خداوند، کسی دیگه خبر نداره اصلا. ببینید در قضایایی که گناه هست، لغزش هایی بوده، حالا اخلاقی یا هر گونه لغزش هایی، این رابطه فرد هست با خداش. کسی که یک گناهی کرد به هیچ عنوان حق نداره این گناه رو، گناه چی هست؟ گناه نافرمانی الله هست. بله. خیانت صورت گرفته در حق کی؟ در حق قوانین الهی. معصیت صورت گرفته. معصیت کرده. خداوند میتونست این طرف رو رسواش کنه؟ به سادگی. اما نکرد، پوشید. پوشی کرد. الان که خداوند کسی رو پوشونده، اون شخص حق نداره به هیچ عنوان ستر الهی رو کنار بزنه. خداوند تو رو پوشید، تموم شد، رفت. الان میخوای پاک کنی فقط با توبه. توبه هم بین شماست و بین پروردگارت. حتی حق نداری بیری پیش یک انسان صالح نیکو بگی آقای صالح نیکو تو خیلی آدم خوب هستی، من فلان کار اشتباه رو کردم، واسه من دعا کن که خدا منو ببخشه. خداوند به تو نزدیکتره یا خداوند به اون برای خودش نزدیکتره؟ به تو برای خودت نزدیکتره. ادعونی استجب لکم، از من بخواید تا من اجابت کنم.
خدایی که در قبل از نماز فجر در وقت سحرگاه میاد میگه که آیا کسی هست که دعا کنه تا دعاش رو من برآورد کنم، معصیت کرده توبه کنه تا من توبهش رو بپذیرم؟ این خدا رو من دارم و هیچ یکی از طرفین از زن و شوهر حق ندارن تاریخ همدیگر رو ورق بزنن. وقتی ازدواج کردید شما با این فرد ازدواج کردید که جلو روتونه به یک زندگی جدید. دیگه حالا چه تاریخی به دنیا اومد، کجا رفت، چیکار کرد، اون چیزی که ربط نداره به هیچ عنوان نه جز صداقت هست و نه جز رک بودن هست و اصلا جایز نیست برای همدیگه بیان کنن. حتی بعضی مسائل هست که با غیرت انسان، با فطرت انسان برخورد داره، استکاک پیدا میکنه. یعنی یک زنی که اومد گفت که مثلا من، حالا زنه خواستگار داشته 20 تا خواستگار اومدن همه رو رد کردن، خودش رد کرده، این رو برای شوهرش تعریف کنه خیلی سنگینه واسه شوهر. یعنی کسایی دیگه به این زن چشم داشتند، مخصوصا اگر بخواد اسمم ببره. خب این باعث میشه که این شوهر کم کم رابطهش اون صمیمیتش رو از دست میده. میبینید که طرف میگه که پسر فلانی آدم خوبی نبودن، خانواده خوبی نبودن، اومدن خواستگاری و پدرم دید که انسانای خوبی نیستن، اونا رو رد کردم. اون اولش شوهرش میگه فوراً میگه اگر میخوای طلاقت بدم تا اون بگیره. سنگینه براش. الان این مثلا به فکر خودش هیچ چیزی نگفت، الان مثلا میخواست ایشونو تعریف کنه، اونا خوب نبودن ما قبولشون نکردیم، شما خوب بودید ما قبولتون کردیم. اما چون که به مزاج مرد جماعت این چیزا خوش نمیاد. حتی مرد بابام اینا میخواستن دختر فلانی رو برا من بگیرن، خب من اصلا از شکلش خوشم نمیاد، اصلا تو رو تو خواب میدیدم. اینجا دیگه کبریت میزنی به انبار بارود. میگه خب شکلش خب میرفتی شکلش رو عوض میکردی میگرفتی، چرا اومدی پیش من؟ نکنه هنوز به فکرش هستی؟ هنوز به فکرش هستی، چرا اسمش میبری؟ خدا نکنه که باز هنوز دور برم باشه و دیگه چی دیگه بیا این قضیه ای که خاصتا این مسئله قضیه رابطه انسان با افراد دیگر یا امید داشتن به افراد دیگر یا نمیدونم سلام علیک داشتن، اینا این مسائل رو کلاً باید حذف کرد. اینا دیگه شما اومدید ازدواج کردید. ازدواج کردید یعنی چی؟ یعنی اینه که شما برای هم ساخته شده بودید، واسه هم دیگه دوخته شده بودید، یک صفحه جدید از زندگی آغاز شد. 2 تا نیم سیبه بودید که با هم یه سیب شدید. الان بیای حرف از پرتقال و چی بزنید که نشد. اونا پرتقال بودن، موز بودن، چیزای دیگه بودن که با شما همخوانی نداشتن، واسه شما نبودن اصلا. حالا من بیام اونا رو مطرح کنم، این دیگه باید این فرد رو دنبال یک روانپزشک گذاشت که این مشکل روانی باید داشته باشه که همچین مسائل رو مطرح کنه. پس یک موضوع فرمودید که ما اول خوشبین باشیم به هم دیگه و موضوع صداقت در آنچه که شک برانگیز میشه و آنچه که گذشته زندگی ما بوده کلا اون خط سرخ است بین ماست و الله تعالی. اگر خدای نکرده مخصوصا گناهی صورت گرفته به هیچ عنوان نباید این به اسم بهانه صداقت مطرح بشه. موضوع سوم، یه موضوع دیگه اینه که ما الان ازدواج کردیم، ما مال همدیگه هستیم. بله. زن دیگه، شوهر فلانی، زندگی فلانی، اینها ملاک برای زندگی ما نیستن. هر انسان یه شخصیت خاص خودش داره، هر زندگی یک شخصیت خاص خودش داره. زندگی ها مثل اثر انگشتن. بله. هر فردی اثر انگشتش با دیگری فرق میکنه. میتونه با هم خیلی شباهت داشته باشن اما یکی نیستن. بله. زن فلانی چطور هست؟ زن فلانی است. چرا؟ چون که ما همیشه از زندگی افراد دیگر و از افراد دیگر یک قسمتش رو میبینیم، اون چیزی که جلوی روست. این یک تلفنه. بله. خوشگل هست یا نیست؟ بله. اما داخلش چه خبره؟ ما خبر نداریم. ظاهر رو میبینیم.
ظاهر ما رو میکشونه که واقعا خوش به حالشون با این تلفنشون، اما آقا بابا این تلفن این گوشیش خرابه، قش قش میکنه، سر آدم درد میگیره. شما قش قش و سردردی این زینب خانمو نمیدونید که پشت سر تو خونه چه خبره. همین شکل و قیافه اینو میبینید، خب لوکس بودنش رو میبینید، به رخ زنت میکشید. زنت چرا؟ چون که اولا زنت همه پهلوها رو دیدی، قسمت پرده بین انسان و همسر تو خونه، نقاش رو هم دیدی، دعواهاش رو هم دیدی، خوشیاش هم، همشون. هر دو داشت. اینجا نه. بعدش اینجا شیطان هم هست که زینت میده. شیطان میاد، شما میبینید که طرف میگه خیانت کرده به همسرش، رفته خیانت کرده با کسی که اصلا تعجب میکنی چطور این انسانی که از یک خانواده محترم، یک زن محترمی داره، رابطه برقرار کرده با یک کسی که اصلا قابل قیاس نیست، در شأنش نیست اصلا. اما چی؟ شیطان همیشه میاد گناه رو زین لهم الشیطان اعمالهم، این اعمالی که انجام میدن، کارهای زشتشون رو شیطان میاد اینقدر زینت میده، اینقدر خوشگل و نمایانشون میکنه، لوکسشون میکنه که طرف جذب میشه. و در حرفای دیگران هم حرفا بعضیا کم دارن. چی کم دارن؟ کمبود شخصیتی دارن، یه بیماری خاص دارن، فکر میکنن که همه خبر دارن که این بیماری داره. مثلا بعضی از افراد هستن که مثلا بیماری جنسیتی دارن. خب این فرد این چیزی از طرف اللهتون بیماری هست، میره درمانش میکنه اما جرأتش رو نداره، یا بهش گفتن که درمان نداره، یا این فکر میکنه که همه میدونن. تو هر مجلسی که میشینه از قدرتی که نداره رو تعریف میکنه، به شیوه‌های مختلف مردم میرسونه. افراد چون که نمیدونن که این ضعف شخصیتی خودش رو داره جبران میکنه، فکر میکنن این واقعیت داره، این معیاره، این معیار میشه براشون. خودشون رو میبینن که این قدرت رو ندارن. اینجا دیگه میان انتقام میکنن از کی؟ از همدیگه، که همسرم نمیتونه این مثل همسر فلانی براش باشه، یا شوهرم نمیتونه مثل شوهر فلانی براش باشه. یا افرادی هستند که بیماری های چشم همچشمی دارن یا چشمشون کجه. ما قبلا برنامه‌ای داشتیم در مورد تأثیر فیلم‌های مستهجن حرف می‌زدیم. این فیلم‌های مستهجن نگاه میکنه، تصاویر مستهجن نگاه میکنه، اینا بعد اینو میخواد که در زندگی خودش داشته باشه، غافل از اینی که این فیلمه. فیلم یعنی چی؟ یعنی دروغ، یعنی مبالغه، یعنی صحنه‌سازی، یعنی صحنه‌سازی. مثل فیلمایی که الان مثلا ما می‌بینیم فیلمی که طرف مخصوصا این ورزش‌های رزمی که درست میکنه، یک نفر میره و یک گردانی رو 70-80 نفر رو میزنه و از برد میپره پایین و اینو بزنه اونو 200 تا هم تیر میخوره، خودش هیچ کارش نمیشه. این اگر در میدان واقع کسی بخواد بیاد از این تقلید بکنه، همه میخندن بهش، میگن این احمقه طرف. فیلمو همینطوریه. این فکر کرده که این فیلم واقعیته، میخواد که در زندگی خودش اون رو تکرار کنه، میبینه که هیچی نیست. خب اینجاست که دیگه زندگیش به هم میخوره. ما باید یاد بگیریم که در زندگی واقع بین باشیم و ما یک زندگی رو ساختیم. ببینید قضایای به خصوص قضایای رابطه جسمی یا رابطه جنسی، این یه رابطه‌ای هست که در تداوم زندگی زناشویی مهم هست. بله. اما همه نیست، همه چیزی نیست. بعضیا فکر میکنن که این کل رابطه است، به خصوص اونایی که تازه ازدواج کردن یا هنوز ازدواج نکردن، خاصتا آقایون. چون که این یک انگیزه است که اون رو وادار میکنه به ازدواج و تحمل مسئولیت. فکر میکنه که معیار همینه، اگر این نبود یا ضعیف بود یا کارایی نداشت، اون وقت زندگی باید به هم بخوره. ما یک قصه ای داریم بهش میگن که عشق افلاطونی. بله. عشق افلاطونی چی بود؟ میگن که افلاطون زنی داشت. خب بعد از 20 سال که افلاطون مرد،
زنش روی کسی دیگه باشه ازدواج کرد. بله. خب این زن و مرد افلاطون مشهور بودن به، افلاطون هم که فیلسوف بزرگی بود، مشهور بودن به اینا خانواده خوشبختی هم. بعد از 20 سال که این بنده خدا وفات کرد افلاطونه، کسی دیگه اومد با زنش ازدواج کرد. بعد متوجه شد که این زنه هنوز دختره. تعجب کرد. 20 سال گذشته و هنوز 20 سال گذشته، زندگی پر از خوشبختی، شما هیچ موردی نبود، کسی چیزی نگفت و شما هنوز دخترید. یعنی گفت والله افلاطون اینقدر مشغول این فلسفه و کتاب و مشقاش بود که اصلا به این قضایای جنسی اصلا جسمی و اینا و فیزیکی اصلا رابطه‌ای دلخوشی نداشت، اصلا تمایلی نداشت. پس تو چرا اینقدر خوشبخت بودی؟ میگفت که من، چون به حرفایی که میزد همیشه وقتی میگفت که منو دوست داره، قربونم میره، خب من احساس آرامش میکردم، احساس میکردم که امنیتم برقراره، من ترس و واهمه نداشتم، زندگیم خیلی خوب بود. یه جانب محرکی هست که رابطه رو، اما همه چیز نیست. و اتفاقا چند سوش مقاله میخوندم در این باب که برخی الان تعداد اندکی از انسان ها اصلا هیچ تمایلی به این رابطه جنسی به هیچ عنوان ندارن و اصلا علاقه هم ندارن بهش. این اصلا همون که ما گفتیم یه باورهایی ما داریم، این باورها رو عقل دستور تلقی میکنه، حرکت ما به اون شکل میگیره. اون کسی که صحنه‌های مستهجن رو میبینه، همیشه فکرش تو این مسائل هست، این رو میبینیم که عقلش بیشتر به این سون رو جهت‌دهی میکنه. یک کسی دیگه هست، باورهایی هست مثلا به خصوص در هند، خب در بین رهبان‌ها، آقا این باور اینه که آقا این رابطه باعث ضعف جسمی فرد میشه، باعث نمیدونم چی میشه، یه چیزایی رو، تصورات غلط غلوطی رو به خورد اینا میدن. خب این تصورات غلط غلوط باعث میشه که اونا، درسته که یک خواسته هست، یک انگیزه هست، این انگیزه رو اونا میان کنترلش میکنن، این رو یک عمل حیوانی تلقی میکنن، ازش دوری میکنن. اینایی که مثلا رهبان هستن اینا رو چطور میخوان کنترل بکنن؟ درسته یک دارو درمانایی در کنارش استفاده میکنن، در این حال این تصورات اینا و واقعیت هم همینه. ما خیلی از افراد داریم بیمار میشن. خب طرف اومد ازدواج کرد، 2 سال بعد 3 سال بعد زنش خدا به بیماری بهش داد، سرطان گرفت، یا شوهر یه بیماری پیدا کرد. اون این قسمت از رابطه کلا مفقود شد یا خیلی کم رنگ شد. حالا میبینیم که با وجود نبودن این قسمت زندگی خیلی پر رونق است. اینا در کنار هم خوشبختن، زندگیشون خوب میگذره و این همه چیز نیست. خب چه چیزایی باعث میشه که ما این رو خیلی گندش کنیم؟ خیلی وقتاست نگاه کردن به زندگی دیگران، شنیدن حرفای دیگران، مقایسه خود با دیگران. باید یاد بگیریم که دیگران معیار برای زندگی ما نیستند. من خودم زندگی خودم رو دارم، شخصیت من کاملا غیر است، شرایط من دیگر هست، زندگی من و همسرم مال من و همسرم هست، زندگی دیگران مال دیگران هست. خوشبخت باشیم. ما مؤلفه‌های خاص خودمون رو برای خوشبختی داریم و دیگری میتونه خاص خودش رو داشته باشه، چون که دیگری خیلی وقتا به ما معلومات غلط میده. دیگری به خاطر کمبود شخصیتی که داره، زندگی رو کسی میاد مثلا خونه شما آقای سلیمانی مثلا تو خونهتون خیلی چیزا ندارید، خب خانواده کوچیکی هستید، اصلا خیلی چند ساله که لباساتون رو با دست میشورید، نیازم ندیدم، مثلا هیچ وقت نیاز نداشتید که شما مثلا ماشین لباسشویی داشته باشید. بله. خب خانم من میاد میگه شما چطور زندگی میکنید اینجا؟ یعنی شما ماشین لباسشویی نداری؟ فدات بشم. وا اینجاست که یه چیزی که اصلا وجود نداشت، کمبود نبود، الان شروع شد، کمبود شد و احساس میکنی ای واقعا. پس اون روزی که موهام میخارید سببش همین بود که ماشین لباسشویی نداشتم.
دیگه داستان رمان بی‌نوایان شروع میشه دیگه اینجا ماشین لباسشویی دارید، کارتون رو میکنه، به اون وقت چی نیاز شما باشه. خانم من میاد میگه ای ماشینای قدیم و هنوز سادی شما استفاده میکنید. ما یک اتومات داریم، من لباسا رو میندازم توی تو ماشینه، اصلا نیاز نیست دکمه رو هم بزنی، بهش میگی ماشینه بشور اتو کشیده تو کمد آویزون کن، 2 ساعت بعد میرم تو کمد آویزونه ها. الان این ماشین لباسشویی که شما این رو یه نعمت میدیدید، خیلی کارتون رو آسون کرده بود فلان، الان این اصلا به چشم نمیاد. پس افراد دیگه به ما معلومات غلط خلوط میدن. ما باید این معلوماتی که میشنویم، این حرفایی که میشنویم، 2 تا گوش داریم. این هم یکی از نعمت‌های الهی است. از این گوش بشنویم، از این بندازیم بیرون. اگر این کارو نکردیم، تمام دنیا رو هم مال ما باشه، باز هم خوشبخت نیستیم. همیشه احساس کمبود میکنیم. چرا؟ چون که همیشه هر چه ما داریم افرادی هستن که بیشتر از ما دارن. خب اما در این مسائل ما چه کار باید بکنیم؟ بدونیم که این شخصیت ماست، این زندگی ماست، ما طوری که بخوایم زندگی میکنیم، نه طوری که دیگران به ما املا کنن. دیگران اون مشکل خودشون است، اونو اینجوری سعادت رو در این میبینن، در پوز دادن میبینن، در شیوه زندگیشون این رو انتخاب کردن. میل خودشه، هر کسی شخصیت زندگی من مثل اثر انگشت من. خیلی ممنون جناب دکتر. اجازه بدید به همینجا اکتفا بکنیم فعلا، گرچه موضوع ادامه خواهد داشت و ان شاءالله در برنامه بعد چون می‌خوایم وقتی رو اختصاص بدیم به سوال‌های بینندگان عزیز، به همراه شما بینندگان عزیز میام برنامه کوتاه میگیریم، برمیگردیم موضوع رو همینجا نگه می‌داریم و 3 مورد رو جناب دکتر اشاره فرمودن: خوشبینی، صداقت و عدم مقایسه زندگی خود با دیگران، و ان شاءالله موارد بعدی رو در برنامه بعد به همراه شما عزیزان اگر لقا و بقا مقدر بود ان شاءالله خواهیم بود. بعد از میان برنامه میپردازیم به سوالهای شما بینندگان عزیز. همراه ما باشید. نور في الظلمات أنسي في خلواتي يا سعدي وهنائي القرآن حياتي وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم. و به مردان و زنان بی همسر و نیز غلامان و کنیزان شایسته خیش همسر دهید اگر فقیر و تنگ دست باشند، الله آنان را از فضل خیش دارا و بی نیاز می گرداند و الله گشایشگر داناست. نور في الظلمات أنسي في خلواتي يا سعدي وهنائي القرآن حياتي. بله، سلام مجدد خدمت شما خوبان و سروران. در بخش پایانی برنامه در خدمت شما عزیزان خواهیم بود و یعنی
تماس ها که بالاخره فرصت نخواهد شد، چون ما سوال هایی که از طرف شما بینندگان عزیز به ما رسیده در این چند صفحه که پیش من هست هنوز پاسخش باقی مانده. جناب دکتر مستقیم بریم سراغ سوال هایی که بینندگان عزیز فرستادن. خواهری فرمودن که من 4 سال ازدواج کردم و یک بچه‌ام دارم، اما هنوز در برخی موارد از شوهرم خجالت میکشم. بعضی حرفا رو نمیتونم راحت بهش بگم. به نظر شما چیکار کنم؟ ممنون از شما. ببینید اصلا اصولا حیا یک صفت خوبی هست در انسان و بیشتر نمود و خوبیت و زیباییش در خانم هست. بله. این صفت خوبی هست و اینه که شما بعضی از چیزا رو به همسرت نمیتونی بگی، شرم میکنی، حیا داری، خب نگو. این قرار نیست که هر چیزو بگی. از شکل سوال به نظر میاد که یعنی دوست دارن ولی نمیتونن، یعنی چون فرمودن که خجالت میکشم، انگار که یعنی تمایل برای بیان هست. یه مسائلی هست که ببینید هر زن و شوهری در قبال همدیگه مسئولیت هایی دارن. بله. و یک نیازهایی دارن، یعنی حقوقی دارن. اگر این چیزی هست که شما از نیازهاتون هست، این سوالشون با حجب حیاست، جواب شما باز با حجب حیا بیشتری از سوالشون داره مطرح میشه. حالا خیلی راحت صحبت کنیم یه چیزایی هست که شما از شوهرت میخوای. نیازهای جنسی است. نیازهای جنسی است یا نیازهای حتی مادی است. بله. چیزی میخوای. خب اینها رو باید بگید. چه وقت بگید؟ وقتی بگید که خیلی با هم صمیمی هستید، خیلی به هم نزدیک هستید، در آغوش هم دیگه هستید. اینا رو مطرح میکنید، نه به عنوان به اصطلاح ایراد که مثلا شما چرا این کارو نمیکنید، توبیخی نباشه. من از این چیز خوشم میاد، من از این کار خوشم میاد، من خیلی خوشم میاد که لباسای اینچنینی در داخل خونه بپوشم. اگه همچین لباسی یکم پول با هم جمع میکنیم یه لباس اینچنینی من میخرم، خیلی خوشگل‌تر هم میشم. خب یه چیزی که هر حرفی یه شیوه خاص خودش رو داره که هر زن و مردی میتونن صحبت کنن، میدونن که چجور کلید همدیگر باشن. ببینید در قصه زندگی مشترک ما باید که قفل‌ها رو به حداقل برسونیم، کلیدها رو به حداکثر. به این معنا که تو نمیتونی، تو نمیخواهی، تو اینطوری هستی، ایرادها اینا قفل هست. اینا رو هر چی میتونیم کم و کمتر بکنیم. در مقابل راه حل‌ها رو زیاد بکنیم. اینطور اگر باشه این خیلی زیبا هست، اینو من دلم میخواد، این باشه ما خیلی خوشبخت‌تر میشیم. میشه یعنی با کنایه و مستقیم یا احیانا جمع کنه انسان. یک مورد هست که خانم ها باید این رو بدونن. چه مورد؟ خانم ها اینه که فکر میکنن که آقایون افکار اونا رو میخونند. من چرا بهش نگفتیم؟ خودش باید میدونست. من البته با اجازه شما بگم که در این مورد آقایون یه مقداری خنگ تشریف دارن. حالا شما گفتید خنگ، اینو چون چندین بار دیگه هم گفتید شما بدون تعارف. خب پس بدون تعارف بگم که آقایون همینند که آقای سلیمانی فرمودن. خب پس این مسائل رو باید رک بگید. منتظر باشید که اصلا دهنش بوی گند میده. خب بوی گند میده که چی؟ خب باید میرفت دهنش رو میشست، باید مسواک میزد. چرا بهش نگفتی؟ مگه خودش نمیدونه؟ نه خودش نمیدونه. آقایون نمیدونند. خوب شد؟ پس این مسائل رو بیایید، این مثالی بود، حالا قص علی هذا بشه. بله اشارتی کافی است. بیننده دیگری ممنون از پاسخ شما. بیننده دیگری فرمودن که استاد گرامی بعضی وقتا که شوهرم با خانواده‌اش بحث یا مشکلی پیدا میکنه من نصیحتش میکنم ناراحت میشه، میگه تو زیاد دخالت نکن. به نظر شما من چیکار کنم؟ من تعجب میکنم که فقط خیلی این آقا باید خیلی محترم باشه و خیلی مؤدب که داره به شما میگه شما زیاد دخالت نکن، غیر از ایشون میبودی کفی هم میزد تو دهنت. یعنی شما با کمال احترامشون گفته دخالت نکن. خیلی از آقایون با این حلم و بردباری ندارن. خب اصلا آقایون از چند ها بار هم میگیم، بازم تکرار میکنیم،
شوهرها از خانم معلم بازی، از داروغه بازی و پلیس بازی و قاضیگری، از نصیحت کردن و روحانی بازی خوششون نمیاد. هیچ وقت برای شوهرت معلم نباش، این کارو بکن این کارو نکن. هیچ وقت برای شوهرت داروغه و پلیس نباش، چرا این کار کردی چرا اون کارو نکردی. تفتیشش نکن. هیچ وقت برای شوهرت روحانی نباش، من نصیحتش کردم چرا نصیحتش کنی. تازه قضیه بین اون و خانوادهش هست. خب شما وقتی اینجا اومدید غریبه شدید. خب اینجا چه باید کرد؟ یک اشتباهی رو داره میکنه. شما همسر به خواهرش توهین کرد. اینجا شما باید همیشه در مواردی که همسر اشتباه میکنه شما مال همسر هستید، نه مال بازم جون. خب طرف شاعری بود، پادشاه بازنجون خورد، خیلی خوشش اومد، گفت بازنجون چه غذای خوبی هست. شاعر اومد یک قصیده گفت در وصف بازنجان. بعد یه روز دیگه اومد بازنجان آوردن و خیلی خراب بود، پادشاه گرسنه‌اش نبود، خوشش نیومد. بعد و بیرا گفتین چه غذایی آوردین. شاعر اومد بازنجان رو مذمت کرد. بعد گفت که چه منافق هستی. گفت چرا پادشاه؟ گفت دیروز که تعریفش می‌کردی امروز مذمتش می‌کنی. گفت من که شاعر پادشاه هستم نه شاعر بازنجان. شما زن این آقا هستید. در مواردی که این آقا با دیگران مشکل داره در کنارش باش. ولی ناحق باشه؟ ناحق بود دفاع نکن، آرامش کن. یعنی مشکل نیست، این مورد میشه چشم پوشی کرد، خواهر به هر حال به اشتباه ازش سر میگیره فلان. بعد که تنها شدید از اون خواهر تعریف میکنی، خوبی های اون، این خوبی هایی که این نمیبینه اینا رو بروز میدی. خوبی نداره، شوهرت که خوبی داره. درسته که ایشون در حق شما بدی کرد، دروغ گفت، منافقت کرد، فلان کرد، اما شما در شأن شما نبود که این حرفا بزنید. مردم چی میگن؟ خدا را ناراض میشه وقتی شما اگر این کار میکردی. به هر حال هر چی باشد صله رحم، خداوند متعال به صله رحم امر کرده، اجرش اینقدر بازار اینقدر اجر داره. این معناش اینه که این اجر علکی به دست نمیاد، باید صبر بخواد فلان بخواد. این رو وقت اولا جلوی مردم هرگز نصیحتش نمیکنی. دوما در وقتی میگی، در فضایی میگی که اون دیگه تو ذوقت نزنه، به شیوهی میگی که نصیحت تلقی نشه. خب به شیوهی میگی که شما از باب محبت و دوست داشتنی که 10 بار هم براش تکرار میکنی که چون دوستت دارم، چون برام آبرو و حیثیتت مهمه، من باید این حرفو بگم، میدونم که حق من نیست بگم. یعنی راه رو براش میبندی تا دعوت نکنه. جزاکم الله خیر، ممنون. بیننده دیگری از طریق فیسبوک نوشتن که من میخوام ازدواج بکنم اما با مادرم در طبقه 4 ساختمانی فقط یک اتاق داریم که زندگی میکنیم. مشکل جا داره ایشون برای ازدواج. به نظر شما چیکار کنم؟ عزیزم ببینید، شما مشکل جا دارید، یک اتاق دارید، نمیدونم مشکل اقتصادی دارید، شما حرکت کن. از تو حرکت از خدا برکت. یکون فقراء یغنیهم الله من فضله. شما چون که میخواید، ببینید همیشه با خداتون رو راست باشید. من میخوام بار الها، من یه جوونی هستم میخوام ازدواج کنم، نمیخوام به راه حرام برم، میخوام یه زندگی بسازم، این زندگی پر از ایمان باشه، پر از عشق باشه، پر از محبت باشه، زندگی فرزندان نیکی تربیت کنم و از خدا بخوام، اما در عین حال حرکت بکن. هم دنبال ازدواج برو، در عین حالی که دنبال ازدواج میری میبینی که خود به خود خداوند متعال راههایی برات باز میکنه. اما اینی که فکر کنی نه چون که من جا ندارم ازدواج نمی کنم، همینطور میمونی، بی جا میمونی، بی زنم میمونی. این وعده الهی است که اگر حرکت بشه الله تعالی خودش ببینید حق خداوند متعال بر خودش حق گرفته چند مورد رو که حق علی الله عونه، که خداوند متعال بر خودش حق گرفته که اونا رو کمک کنه. یکی از این موارد شاب یرید العفاف، یه جوونی هست که در پی عفت هست. این جوونی هست که میخواد یه زندگی سالم و درستی رو
پای ریزی کنه، خداوند متعال براش راه رو باز میکنه. اما حرکت کنه، برو خواستگاری. انشالله ایشون حرکتش رو میکنه. ما و شما بینندگان عزیزم دعا میکنیم که الله متعال انشاءالله هم خداوند از خداوند متعال میخوایم که همه جوونا رو خوشبخت کنند، برای همه دخترها همه پسرها ازواج صالح و نیکی خداوند متعال مقدر بفرماید. آمین. ممنون از لطف شما. بیننده دیگری با زبان شیرین دری نوشتن، البته من فقط متنش رو، حالا مشکل مقداری قرائتش، ایشون فرمودن که من دختری رو دوست دارم که 5 سال از من به قول خودشون کلان است و بزرگتره و اون هم منو دوست داره، اما خانواده من میگن که اون رو برات نمیگیریم به خاطر اینکه اون 5 سال از تو کلان است. آیا درست است که خانواده من این کارو میکنن و فقط به خاطر اینکه اون از من بزرگتر زندگی رو دارن، زندگی منو دارن خراب میکنن؟ به نظر شما عزیزم ببینید، زندگی شما زندگی نداشتید که خرابش بکنن. شما یک زندگی مشترکی نداشتید که بگید که من ازدواج کردم اومدن به من میگن طلاقش بده. نه خیر، شما یک جوونی هستید، نیاز دارید و به خاطر اینکه نیاز دارید به یک کسی میل پیدا کردید، تمایل پیدا کردید. و همچنین این دختر خانم، خب و ایشون چون که از شما 5 سال بزرگتره، عمرن 5 سال بزرگتره، اما در قضای ازدواج ما میگیم که حداقل از شما 10 سال بزرگتره، چون که همیشه در این مسائل باید بین آقا پسرها و دختر خانمها 5 تا 10 سال فاصله باشه. خب هست دیگه اینجا. فاصله باید مرد بزرگتر باشه. 5 تا 10 سال نداره. یه جاهای مثلا دختری خب حالا این استثنا چه وقت میشه؟ ازدواج میکنه اصلا مطلق ازدواج. یه ازدواجایی هست که مبنای ارزشی داره، اون یه چیز دیگه است. خب ببینید، همیشه معیار ازدواج عشق و عاشقی نیست. خب یه ازدواجی هست که بر معیارهای اخلاقی بنا میشه، یک ازدواجی هست که بر معیارهای عطف و شفقت، و این دختری هست مونده است، فقیری هست، پدر مادرش مردن، دختری هست که عمرش گذشته، کسی ازدواج نمیکنه. من میخوام که این خوبی رو بکنم، این اجر رو کسب کنم. این مسئله دیگه است. در این حال هر مسئله رو باز جدا از هم نگاه میکنن که این آقا پسر چقدر سطح سوادش چقدره، کارش چی هست، دختر خانم سطح سواد و فکرش چه هست. اما عموما اینجور ازدواج ها به این صورت این ازدواج ها موفقی نخواهد بود، چون حد اگر اینها عاشق هم بشند، با هم باشند، همه اینها بعد از مدتی یک مسئله رو ما قبلا روش بحث کردیم، یه بحرانی که در میان سالی بروز میکنه. الان این دختر خانم بعد از 5 سال 10 سال به عمر میفته، الان نیازش به شوهر کم میشه. تازه وقتی است که این شوهر در فوران نیازمندیش هست. خب اینجا دیگه در کنار خودش همسفری رو پیدا نمیکنه. اگر شما همچنین فردی هستید میخواهید ارزشی بنا به معیارهای ارزشی ازدواج کنید و هدفتون از این ازدواج اجر و پاداش الهی هست، این ازدواج رو بکنید به این شرط که در آینده هم این توان رو داشته باشید و این چی رو داشته باشید که یک ازدواج دیگه اگر نیازتون شد یک ازدواج دیگه داشته باشید. ممنون از شما. بیننده دیگری فرمودن من زن دوم شوهرم هستم، اصلا منو احترام نمیذاره، همش منو فحش میده. روز اول برام خونه خریده بود، خونه رو من دستم گرفت، الان نزدیک 2 ماه بهم سر نزده، ولی برای زن اولش خیلی احترام میذاره و دوستش داره و من ازش درخواستم کردم که میام نوکری زن اولتو میکنم، ولی قبول نمیکنه و شب و روزم شده گریه. ببینید عزیز جان، یک موردی هست. این آقا چرا ازدواج کرده؟ این آقا دچار یک بحران بوده در یک مرحله ای از عمرش، اینجا نیاز داشته که ازدواج کنه. یا از زن اولش یک اشکالی دیده، یک ناراحتی دیده، خواسته انتقام بگیره، اون رو با عصای شما زده. الان شما در اون وقت باید این رو تشخیص میدادید، ازدواج نمیکرد. الان که ازدواج شد، اون مشکلش حل شد یا بحران میان سالیش حل شد، الان همیشه میگم که در این موارد زن دوم خوشبخت است. یه 2 ماهی 3 ماهی 1 سالی چند وقتی که این بحران رفت بشه، زن اول شکایت میکنه. بعد از اون تا آخر عمر زن دوم شکایت میکنه، زن اول شکایتی نداره. خب الان چه باید کرد؟ ببینید شما یک ازدواجی رو کردید، راه برگشت ندارید. چیکار میکنید؟ همیشه مرد دنبال زن خوشگلترش نمیره،
دنبال زن نمیدونم جوونترش نمیره. مرد دنبال زن خوش اخلاقتر، خوش برخوردتر، شیرین زبانتر میره. خب چرا ظاهرا مشاهده میشه که مثلا ازدواج دوم یا سومی که صورت میگیره در عمل ما میبینیم مثلا خب خانمی که زیباتر هست، حالا نگیم همه مردها، غالبا خیلی از مردها در سالهای اول زندگی حداقلش کاملا تمایلشون نسبت به خانمی است که در سالهای اول زندگی نه، زیباتر. در ماهای اول. بعد از اون دنبال شیرین زبانترن، خوش برخوردتر، خوش اخلاقتر، که بتونه اون شخصیت مرد رو بیشتر جلوه بده. ببینید هر مردی برای خودش شخصیتی داره. یه شخصیت عاطفی نیاز داره که چگونه باش برخورد میشه، قدر شناسی ازش میشه، شکرگزاری میشه، هر چیزیش تشکر میکنن، بهش احترام میدن که شما هستید. و همیشه مرد از اون زنی خوشش میاد که اون زن تکیهگاهی غیر از اون نداشته باشه، عملاً نه حرف، تکیهگاهی غیر از کی نداشته، یعنی احساس بکنه که این زن شخصیتش وابسته به منه. خب همیشه منو میخواد، در کنار من، در هر کوچیک و بزرگی میخواد که من در کنارش باشم. این مورد خیلی مهم هست برای آقایون. یه مورد دیگه، این شخص، این مرد یه شخصیت اجتماعی داره. افرادی که میرند و میان باش در تماس هستند، رفت و آمد و مهمون و اینا، خب کدوم یکی از این زنها میتونه بیشتر به مهموناش برسه، به شخصیت اجتماعی این مرد بیشتر کمک کنه، حفظش کنه. مرد به این بها میده. الان شما ببینید که شما کوتاهیتون تو چه زمینه‌ای بوده. مثلا بعد از اینکه با شما ازدواج کرد شما نتونستید خب جذبش کنید. اینجا الان رقابت شما اشتباهی که میکنید اینه که فکر میکنید شما با زن اول در رقابت هستید. میری میگی که چون به اون میری، من حاضرم که نوکر اون بشم. شما با این وضع خودت رو خرد میکنید. الان شما نباید با زن اول رقابت کنی، شما باید با کی رقابت کنی؟ با خودت. ببینید که نقطه ضعفات کجاست، چه نقطه ضعفایی در شما باعث شده که ایشون از شما دل سرد بشه، اون قسمت رو پررنگش کن. همیشه مرد نیاز به بیش از یک زن داره. ببخشید جناب دکتر، شما به همین نقطه ضعف‌ها رو پررنگ‌تر کنه، خیلی سریع اگر با هم صحبت بکنیم بی پرده. خب جایی که احساس میکنه خانمی در جمال کم داره نسبت به خانمی که دیگری که محبوب‌تر پیش شوهرش، چطور جبران کنه این رو؟ گفتم که جمال ملاک نیست برای مردم. جمال شکل معیار نیست. واسه چی؟ واسه اینه که شما جمال شکل رو میسونید بسازید. یه دو تا چتکه بگیر به خودت برس، جمال شکلت ساخته شد. قصه جمال داخل هست. جمال شکل برای مرد فقط برای جوونا در ازدواج اول ملاک هست. برای آقایون در ازدواج دوم و سوم برای مدت زمانی ملاک هست. یه دوره خاصی. بعد از اون برای شخصیتش خودش زن ملاک هست که چطور باش برخورد میکنی، چطور جذبش میکنی. و یه چیزی که هم مردا ازش بیزار هستن اون اینه که بیایی خودت رو شیرین کنی به حساب زن اول و دوم مثلا. یعنی چی؟ یعنی میاد میگی که من اینو دارم اون نداره. یعنی برای بالا بردن خودم اونو بکوبم، بزنم، خرابش کنم. اون زن اول با این مرد یه تاریخی داره. یه روزهایی با هم بودن، جوانیشون با هم بودن. شما نمیتونی با اون رقابت کنی. شما باید با خودت رقابت کنی. ببینید که چه چیزایی اون زن کم داره، شما باید اون رو پررنگ‌تر کنید. اگر اون زن در اخلاقش سخته، شما باید خیلی خوش اخلاق‌تر باشید. اون زن ادبیات گفتاریش که اون رو بتونه جذبش کنه کم داره، شما باید خیلی شیرین زبان‌تر باشید. هیچ وقت الان شما خودت رو باختی، میگی که من حاضرم کنیز اون باشم. خب حالا که میخوای کنیز باشی، این مرد که کنیز نمیخواد. اگه کنیز میخواست که میتونه از اول برای اون زنش کلفت بگیره، چرا با شما ازدواج کرد؟ پس این نیازهایی داره که اونجا نبوده. شما سعی کردید با اون زن رقابت کنید، خودت رو باختی، از دست رفتی. الان باید برگردی خب و این مرد رو شیفته خودت بکنی. اولش با اخلاقت، با رفتار درستت و با جمالت و با یه جزئی از مسئله هم قضای جنسی هست. خب
با اون و شما جدید هستید، همیشه جدید لذت بخش‌تره. شما این لذت رو چرا از دست دادید؟ همین که ایشون در مورد ازدواج کرده، شوهر با ایشون عنوان همسر دوم و ایشون خودشون هم نوشتن که من خونه بهم داد به نام من داد، یعنی خب به هر حال تمایل اولیه بوده، یعنی رغبت بوده که اومده گرفته. بس یعنی همه اشتباهاتی که صورت گرفته از خودت بوده. تو اومدی شخصیت خودت رو خورد کردی. الان بیا همین شخصیت رو بازسازی کن و هیچ اصلا تصور نکن که شوهرت یک زن دیگه داره تا با اون رقابت کنی. شما تصور کن که شما یه شوهر مستقل داری، این شوهرت کارمندی هست که یه روز به شما یه روز نیست. درست. خب این قسمت رو باید روش خوب کار کنی و میتونی بار دیگر این اشتباهات رو ازش بگذریش. ابتدای کارش هم با همین بشه که بهش برسونی که دوستش داری و بدون اون نمیتونی زندگی کنی و هر گونه کوتاهی که از اون باشه پیشت عزیزه. انشاءالله که الله تعالی همین مشکلات حل بکنه. بیننده دیگری فرمودن اگر شوهری که اصلا نفقه نده و دیگر حقوق همسر خود رو هم بی‌انصافی بکنه، حتی رابطه زن و شوهری رو هم رعایت نکنه و انسان فرزند داشته باشه و فقط به خاطر فرزندا بخواد تحمل بکنه، آیا واضح هم برای این زن واجبه که از این شوهر اطاعت بکنه اونجوری که اسلام ازش خواسته با وجود کوتاهی‌هایی که در رقم سر میکنه؟ ببینید خواهر عزیز، شما زنی این آقا هستید یا نه؟ شما باید این رو مشخص کنید. نمیخوای باشی میتونی ازش طلاق بگیری. میخوای باشی، برای چی میخوای باشی مهم نیست واسه ما. به خاطر بچه‌هام میخوام بمونم، به خاطر اینی که جای دیگه ندارم میخوام بمونم، به خاطر اینی که مردم از زبان مردم میترسن میخوام بمونم. به خاطر چی میخوای بمونی مهم نیست. مهم اینه که شما هنوز این اسم رو که خانم فلانی هستی رو میخوای یدک بکشی. تا وقتی که اسم خانم فلانی هست باید تمام وظایفی که به عنوان زن داری و همون عهد و پیمانی که با خدا بستی که این مرد رو خوشبخت بکنی باید این کار رو انجام بدی. کوتاهی های شوهرت کوتاهی های شما رو توجیه نمی کنه. اشتباهات شوهرت اشتباه شما رو توجیه نمی کنه. ایشون روز قیامت بازخواست خواهد شد، شما بازخواست میشی. روز قیامت نمیتونی بگی که بار الله من کوتاهی کردم چرا که ایشون چنین کرد. میگن که ایشون رو حسابش جداست، شما حسابت جدا. بس اینی که شما باید خوبی کنید و این رو هم بدون قانون الهی است. لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. امکان نداره هرگز به اون چیزی که دوست دارید نمیرسید مگر همون رو انفاق بکنید. و پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم میفرمایند لا یؤمن احدکم، یعنی ایمان هیچ کسی از شما کامل نمیشه حتی یحب لاخیه ما یحب لنفسه، تا زمانی که اون چیزی که برای خودش دوست داره میخواد رو برای دیگران نخواد. حالا برای دیگران اینجا که شوهرته، احترام میخوای اینقدر احترام بهش بکن صادقانه، نه ساختگی. هر چیز ساختگی همیشه لو میره. صادقانه احترام بکن. شما میخواید از راه این شوهری که الان احساس میکنید که ابتلا برای شما هست، آزمایش الهی هست، میخوای به بهشت برسی، اینقدر بهش خوبی کن تا خود به خود خوب بشه. اینقدر بهش احترام بذار تا اینقدر قدر شناسی بکن تا قدر شناست بشه. ممنونم از شما جناب دکتر. وقت برنامه به پایان رسید و ان شاء الله سعی می‌کنیم در برنامه بعدی بیشتر در خدمت شما بینندگان عزیز باشیم. عزیزانی که هنوز برخی از سوال‌های بینندگان عزیز پیش ما باقی مونده، عزیزانی که سوال‌هاشون رو فرستادن ان شاء الله سعی می‌کنیم حتما در هفته‌های پیش رو به سوال‌ها بپردازیم. همه این سوال‌ها حتما مطرح خواهد شد و فقط نیاز به فرصت و زمان داریم. حجم سوال‌ها زیاد است و شاید فرصت برنامه اجازه نده که همه این سوال‌ها رو در یک برنامه مطرح بکنیم. و میتونید عزیزانی که سوالی دارن در موضوعاتی که مرتبط است به موضوعات سفره دل، تمام موضوعاتی که مرتبط به موضوعات مسائل خانوادگی و روابط اجتماعی است در این برنامه مطرح خواهد شد. سوالها و نظرها و پیشنهادها و یا انتقادهای شما عزیزان و میتونید از طریق صفحه فیسبوک ما، صفحه فیسبوک سفره دل و یا از طریق تلگرام شبکه جانب سال حق و یا واتساپ شبکه جانب سال حق و یا حتی از طریق ایمیل بنده سلیمانی @salhaq.tv و راه‌های دیگری که در ارتباط هستید با ما ارتباط داشته باشید و زیرنویس میشه برای شما پیوسته
راههای ارتباطی ما ان شاءالله ما حتما در برنامه پیش رو مطرح خواهیم کرد فرمایشات شما عزیزان. جناب دکتر در پایان اگر برای بینندگان عزیز صحبتی دارید به عنوان صحبت پایانی. عزیزان ببینید یه نقطه رو باید همیشه مد نظر داشته باشیم و اون رابطه‌مون با خدامون. حلال مشکلات خداست و امتحان‌ها و آزمایش‌هایی که خداوند متعال برای ما مهیا میکنه در محیط خانوادگی یا در هر جای دیگه، دعا یادمون نره، رابطمون رو با خدامون درست کنیم و همیشه از خدامون بخوایم و هرگز ناامید نشیم. اگر دعامون تأخیر شد در استجابتش، باز بیشتر دعا کنیم و بدونیم اون چیزی که خیر ما در اون هست رو خداوند متعال برای ما مهیا خواهد کرد. فقط ما از این قدرتی که خداوند به ما داده و این فرصتی که به ما داده، قدرت و فرصت دعا، بیشترین بهره رو بگیریم. آمین. انشاءالله که الله متعال همین مشکلات رو حل بکنه و انشاءالله که شاید روزی باشیم که از این مدل سوالها دست ما نیاد. ما خوشحال میشیم اگر این سوالها نیامدنش دلیل بر این باشه که نباشه، مشکلی وجود نداشته باشه و هدف ما هم همین هست به همراه جناب دکتر و همه دستن در کاران این برنامه که بتونیم قدمی برداشته باشیم در راه حل این مشکلات. ممنونم جناب دکتر از حضور شما در این برنامه و استفاده کردیم. ممنون بینندگان عزیز، همچنین از همه شما عزیزان که تا این لحظه برنامه خودتون رو یاری کردید. تشکر و سپاس فراوان دارم و تشکر خاص از احمد جان کارگردان محترم برنامه و منیر احمد و فرید جان عزیز که پشت صحنه پیوسته تلاش میکنن تا ارتباط بین ما و شما برقرار باشه. برای خودمون از الله متعال استقامت، ثبات و فهم صحیح دین در مسیر کسب رضایت الله متعال تا آخرین لحظه حیات رو خواهانیم و همچنین برای همه گذشتگانمون از پدران، مادران، خواهران و برادران، همسران و فرزندان، اقوام و خویشاوندان، اساتید و شاگردان، دوستان و آشنایان، همه عزیزانی که از امت اسلامی با توحید از دنیا رفته‌اند با بخشش، مغفرت و رحمت رو خواهانیم و تا برنامه بعد همه شما خوبان رو به الله متعال می‌سپارم. الله یار و نگهدار شما.